سلام به همه، سلام بر بیننده ها و سلام بر تمام شنونده ها و یک سلام دیگر به اونهایی که ما را از اینستاگرام مستقیم تماشا میکنن و سلام به تمام همکارای من که در آشیانه سیوم هستن و امیدوارم که رادیو گوش میکنن و سلام بر فرهاد غفارپور. سلام به شما و درود به همه شنونده ها و بیننده ها. باز هم برنامه صدای پای وقت است و باز هم روز پنجشنبه است. باز هم فرهاد غفارپور هستن طبق مشورت و رجعی که ما داریم. روز پنجشنبه با حضور ایشان این برنامه تهیه میشه. خب هر هفته راجع به موضوعهای گوناگون ما صحبت میکنیم و امروز هم یکی از موضوعهای فکر میکنم ارزشمند انتخاب کردند و من امیدوارم که در جریان این صحبت هم مردم و شنونده ها و بیننده ها، من میخوام وارد اینستاگرام شوم برای آنکه کسایی که ما را میبینند و چیزی مینویسن اونجا از اینجا خوانم هر پیامی که هست در اینستاگرام. و قبل خودشون اسکوستوینی اینتلکت یا هوشی صنعی یا هوشی مصنوعی به زبان خودمون یا ذهنی صنعی، این موضوع است. موضوع امروزه راجع به این میخوایم صحبت کنیم که هوش ذهنی. خب ما که در عصر رقمی زندگی میکنیم، در عصر رشد تکنولوژی و فکر میکنم یکی از موضوعی هست که باید صحبت شود و باید دانیم و نقشه کشیم برای آینده که آینده چی میشه، آینده رو چگونه بینیم و چگونه آماده شویم. شما لطف کنید و تعریف کنید برای ما که هوش مصنوعی یا ذهن صنعی یعنی چی؟ بار دیگر درود به همه. فکر میکنم خودی کلمه علاقه یک گل چیز میگوید، یعنی ذهن صنعی یا هوش صنعی یا به قول رودکی اسکوستوینی اینتلکت، یعنی چیزی که ساخته شده است و البته که این چیز انسان آفریده است و امروز ما البته ما این چیز به اهمیت نمیدیم، اما زندگی ما، تمام زندگی ما علاقه اسکوستوینی اینتلکت فرا گرفته است. اطراف ما پوری ذهنی صنعی است. کجای نگاه نکنیم ذهنی صنعی است. یعنی همین تلفنی که ما داریم، ما اینه نامش تلفن میکنیم، اما نام اصلی این سمارت فون است و سمارت فون این ترجمه انگلیسیش تلفن باهوش با عقل، اومنی تلفن، اومنی فون، یعنی این خیلی عقل دارد. این تلفن مثلا چقدر کارهای بجای ما به انجام میرساند و همین خیلی تمام زندگی ما از همین خیلی چیزا. مثلا ببینید کاندیشنر داریم همه ما خانم‌ها و کاندیشنر می‌بینیم 25 به و کاندیشنر خودش حرارت هوای کنترل میکند. وقتی که 25 شد خودش میکشد، وقتی که حرارت فرامد در میگیرد و همین خیل چیزها تمام زندگی ما فرا گرفته است. از کجای نگاه نکنید اسکوستوینی اینتلکت است. حتی همون طفلی که چای میجوشونه و جوشت خودش میمرد، این علاقه اسکوستوینی اینتلکت است و اینها نمونه های خیلی ساده ذهنی صنعی است و ما از جمله خوشبخت‌ترین انسان‌های هستیم که در یک دوره بسیار جالب زندگی میکنیم. مثلا ببینید من و شما 20 سال قبل یادم هست، سالهای 2000 چه خیلی بود. ما حتی تلفنی چماق شکنه که دیدگی، ما پیش از وی تلفنی خیلی خانگی تاب داده گپ میزدیم و ما دیدگی و از بچهای امروزه وی تصور کنه نمیتونن که تلفن میتونست این خیلی باشد و یا فکر میکنم تلفن فقط این خیلی که ما میدونیم و
ما خوشبخت‌ترین آدما هستیم که اون چیز دیدیم و حاضر سطح میانه و دیده ایستادیم و انشالله اگر برای همه ما و شما عمر بقا باشد و خیانت نکند عمر ما یگل چیزهای خیلی جالبتر از این خواهیم دید. به چند نمونه هاش یک جای میابیم که ذهنی صنعی یعنی چی؟ تیفال گفتید، کاندیسنیر گفتید. خب مثلا این با قول خودت نمونه های خیلی سادهش اگر کمتر بیرون رویم امریکا تصور کنیم یا حداقل روسیه، مثلا چند همین روزم یک نوار تماشا کردم 3D پرینتر، دستگاهی که خانه میسازه. تصور کنید دستگاهی که خانه و هیچ اوستا اونجا نیست و هیچ قوه کاری نیست. مثلا یگان انسان کاری فیزیکی نمیکنه و یک دستگاهی که حجما بزرگ سمنت میریزه و یک دور سه روز خانه بود میشه. یعنی یا مثلا تا یادم آمدن میخواید من چند مثال دیگه بزنم که امروز هوشی صنعی تا کجا رشد کرده است. امروزها یکی از روزهای خیلی چه گویم، یعنی در زمان انقلابی تکنولوژی انقلاب ذهنی صنعی ما قرار داریم. از سال 2017 عالمان بزرگ همشان قرارداد کردن که بیاید یعنی برای رشد ذهنی صنعی تمام قوه همه میبخشیم و امروز کار بجای رسید که اینک страшне. مثلا یک چند مثال میبرم. همین یک چیز دیگر برآمد، چت جی پی تی. شاید شنیدید و شاید شنونده های تماشابینای ما شنیدن. چت جی پی تی این انقلاب در ساحه وای بود. چت جی پی تی چیکار میکند؟ از نمونهش من با بلابال شما نشان دادم. چت جی پی تی چیکار میکند؟ شما به همون سایت میدارید، میگویید که من به درباره فایده چای کبود یک مقاله نویس و وای در 3 ثانیه به شما مقاله تیار یک چند وریانت پیشنهاد میکند. و اکنون دیگر بلاگرها، ژورنالیست‌ها و دیگر آنهایی که به دیگرها یگان معلومات پیشنهاد میکنند دیگر اکنون سخت زحمت شب و روز فکر کرده مقاله نوشتنشان لازم نمی آید. اکنون همین خیل به چت جی پی تی می‌دارید، میگویید که من به درباره فلان مقاله نویس که در اونجا فلان کلمه ها استفاده شوند و سخن ها از سینا آورده شوند، فکری مثلا فلانی هم باشد و وای همه همین آماده میکند. مثلا مثال های کنکریتی که شد من همین صبح خواندم، خدا حیران شدم. یک پروفسور خیلی وای پروفسور میدوند که حاضر بعد از آن که چت جی پی تی برآمد همه استودنتاش رفرات های اسه های با واسطه چت جی پی تی می نویسن. میگم من به درباره صلح بگذار همیشه باشد یک اسه نویس و در 3 ثانیه به شما میبرد. و این گفت که چرا برای استودنت ممکن است وای در 3 ثانیه همین خیلی کند و رفرات نویسد بیارد و چرا من باید وای تمام شب تفتیش کنم، بله، انالیز کنم تحلیل کنم و بهامونم. و بعد گفت که همین رفرات چت جی پی تی خواهش کرد که همین رفرات تفتیش کنه با حدود در 3 ثانیه وای نقطه به نقطه هر یک جزئیاتش تحلیل کرده بهای موافق ماند برای همون چیز. یعنی ببینید اکنون برای یک گل آدما کار الکی کم است. بله، یک گل آدم دیگه کارشون تکنولوژی کویت کرکنی باید میکردیم کامپیوتر دیگر نان مردم از دستش میگیرد.
دیگر یک گله کسب ها در کار نمیشد پگاه. و ما خب ما نمیدونیم، ما البته اینجا گفتنی نیستیم که ما پیشگویی میکنیم که این خیلی میشه، البته این خیلی نه، اما ما باید به هوش باشیم و تقریبا احساس کنیم که حاضر چی شده ای سودا است و پگاه چی میشود. مثلا باید مثال دیگر که خودم تجربه کردم، حاضر مثلا اگر ببینید فتوشاپ با یک گله آدم کار میکنن، من خودم دیزاین میکنم، چند ساعت ها شیشته دیزاین میکردم. حاضر به چت جی پی تی میگویید، یعنی که چت جی پی تی یک گله دیگر سایت ها هستند که همین نیرسیت ها میدارید، میگوید که من به فرض کنیم یک نفری را مثلا فلانی در بالای خر با تلپکی سیاه کتی، در دستش چای کبود، ات رسم کش و وای شما میکشدینه و همین خیل میکشد که شما وای با انتخاب میکنید که مثلا من میخوام این صورت در سبک فلان رسام این خیل باشد، اندازه صورت این خیل باشد، رنگش این خیل باشد. یعنی اگر هر چقدر شما زیادتر شرح میدید که شما چی میخواهید و همون قدر دقیق تر صورتهای میکشد. یعنی ببینید حاضر علاقه دیگر پگه بگه دیزاینرها دیگه در کار نیستن. دیزاینرها دیگه در کار میخوام من برای شرکتم لوگوتیپ ساز، برای شرکتی من که نامش فلان است یک لوگوتیپ ساز، در 10 ثانیه به شما به شرکتتان 10 نمونه لوگوتیپ پیشنهاد میکنه. بله. خب من میخوام صحبتمون کمتر ساده تر کنیم برای مردم و مردم درک کنند که ما چی میگیم. بعد از اعلام میخوام راجع به این صحبت کنیم که آیا ذهن صنعی که شما میگویید یا آیا کامپیوتر میتواند جای آدم گیرد یا نه در آینده؟ آیا کامپیوتر میتواند سبب از بین رفتن بعضی کسب ها شود؟ میخوام بعد از اعلان اطراف این صحبت کنیم و راجع به این هم صحبت کنیم که آیا من نمیدونم، از یک دیدگاه شاید فاجعه هم هست، رشد تکنولوژی شاید فاجعه هم هست که هم نه برای اینکه کسب ها از بین میرن، برای آنکه ما تا رفت تنبلتر میکنن و ما دیگر نیاز نیست که زیاد فکر کنیم، چون کاری آسان است که کامپیوتر میکنن. میخوام راجع به این صحبت کنیم و از مردمی که شنونده هستن و هم بیننده طریق اینستاگرام راجع به این موضوع نظری اگر داشته باشن میتونن نویسن، من با کامل راحت میخونم. آیا در آینده نزدیک یا در آینده نمیدونم 100 سال پس کامپیوتر میتواند جای آدم گیرد و اگر که گرفت خوب است یا بد است؟ ما چیکار میکنیم؟ بله ما چیکار میکنیم؟ خب تکنولوژی رشد کرد، معلوم است که زندگی ما، حیاتی ما خب عوض شد. حالا خوب شد یا بد شد هر کس به طور خودش میفهمد. بعضی میگن که بد شد، هستن نفر که میگن این تکنولوژی رشد کرد و بد شد، تأثیر منفی رسوند. خب طبیعی است که بعضی از کسب ها از بین میرد زمانی که اکثری کارهای کامپیوتر میکند. خاصه یک نمونهش در شروع برنامه هم گفتیم که خانه را کامپیوتر میسازد، دیگه نه دیگه استاد در کار میشد، نه دیگر نمیدونم مردی کار در کار میشد، نه دیگه انسانی که کاری فیزیکی کنه دیگه در کار نمیشد. چند نمونه هاشو میخوام صحبت کنیم اطرافش که چند نمونه هایی که در ذهن شما هست. به واسطه کامپیوتر کدام کارها را کرده میشد امروز که در گذشته مردم انسان ها میکردن؟ البته این خیلی کسب و هنرهایی که در سرحدی نیست شوی قرار دارن زیادن. خب مثلا من اینو زیادن، من میخوام فقط ما درباره اونهای صحبت کنیم که اینجا هستن. با مردم ما داخل دارن. مثلا ببینید مردم ما اساسا با کدام کارا مشغولن. خب اساسا مردم تاجیک هم در تاجیکستان هم در روسیه در ساحه سودا هستن، در ساختمان هستن، بله. تاکسیست هستن، بله. در ساحه های خدمت رسانی هستن.
میلیون نمودی خدمت رسانی، مثلا دسترس کنی، مثلا دسترس کنی، کشاندن، بردن، برداشتن، ماندن، یعنی خدمت رسانی. و همین ساحه هایی که اساسا مردم ما با همین کار مشغولن، اینها همشان این کسب ها گویم همشان در سرحدی خطر قرار دارن. مثلا ببینید الکه این چیز ما هم میدونیم و این چیز برای ما چیز نیست که پوشیده نیست. برای یگان تا ما پوشیده نیست که یک گله کارهای الکه کامپیوتر کرده شده است و از آدما بهتر کرده شده است. مثلا ببینید به یک همین ساحه اینترنت مگزین، اینترنت مگزین که مثلا حاضر در روسیه هست و قریب همه ما میدونیم این چی است. بله. و مردم ما که در ساحه سودا هستند و یک چند روز دیگر، یک چند سال دیگر علاقه در تاجیکستان اینترنت مگزین ها پیدا میشن و هیچ ضرورت نمیشد که ما از خانم خسته بازار رفته خرید کنیم. و این چیز برای ما یگان وای نیست، یک قصه از فیلمی فانتاستیکی نیست. ما همه اینو میدونیم چون علاقه ما استفاده هم میکنیم این چیزایی. خب ساحه سودا این خیلی خطر دارد. ساحه دیگرش مثلا تاکسیستا، حاضر ماشین های شرکت یاندکس، ماشین های بی سرنشین، بی شافیر برآورده ایستاده است و تلاش دارد که این چیز به وای سرتیت جهان برای خودشان. مثلا یاندکس که در روسیه یاندکس تاکسی هست و تمام بیزنسش از همین آدما وابسته است. بله. وای میخواهد که دیگر به مردم پول ندهد. بله، تاکسی بی راننده داشته باشد. دیگر برای یعنی کار یک روز به جای میرسد که ما میخوایم که به تاکسی بی راننده شیم، نه با راننده. ولی بعد میگم برای چی. خب یه مثال دیگرش مثلا یک چند روز پیش دیدم در اینترنت که یک تکنولوژی یعنی کامپیوتر شپکلیوفکه میکند، دیوارش شپکلیوفکه میکند و همیشه سلیق، همیشه راست تیر ملتق بریم از آدم خوبتر، از آدم بهتر و آدم این خیلی شپکلیوفکه نمیتونه. ببینید اگر مثلا من انتخاب داشته باشم یک نفر در کار برای وای کار کردن، یک نفری که سری کامپیوتر میشینه و اداره میکنه، یک نفر با همون اسباب شپکلیوفکه کنکش میبیاد، یا اینکه من باید فرض کنیم یک گروهی استادای دعوت کنم و برای وایهان یک چند روز خوراک تیم. بله. با وایهان که بحث کنم که برای چی اینجا این خیلی کجلک کرده، یعنی یک گله پرابلم ها دارد. تکنولوژی اولش ارزان، دویومش بر وقت، یعنی وقتی کوتاه میکند، زود و با صفت و مهمش با صفت تر. بله. و چرا من از وی تکنولوژی استفاده نکنم؟ از خدمت. یعنی همین خیلی همه ساحه هایی که ما اساسا در همون کار میکنیم و خطری از بین رفتنش هست. اگر 100% از بین نرودم برای مردم ما جای کاری کم میشه. و این چیز باور کنید بایر جان، این چیز خواهیم نخواهیم همین خیلی میشه، برای آنکه این کار بیزنسمن کرده شدن. مثلا ببینید من فرض کنید هر یک بیزنسمن میخواهد که هر چی زودتر یک کاری کند که درآمد زیاد بیارد. مثلا یک نفر میخواهد حق تمام تاکسیستای دنیای خودش گیرد و برای همین میلیون ها دلار پول صرف میکند که همین بیزنس پگه جاری کند. بله، ماشین بیارد که بیراننده باشه. بله. یا مثلا علاقه تست کرده شده است همین شرکتی یاندکس در روسیه رابطه های خورده که بار میبرن. یعنی شما از اینترنت مگزین یکان چیز زکاز میکنید و حاضر اصلا بسیار از بچه های ما در روسیه و اصلا بار میبرن، دسترس میکنید، چی میگن نمیشه، کوریر دیگه کوریر را در کار نیستن برای آنکه ماشینچه ارزان میبرد
و مثلا کیم کدام بیزنسمن میخواهد که تمام کوریرهای نانشون کشیده گیرد. بله. یک پیام هست میخوام اینو از واتساپ خوانم. سعی میکنم که به تحریر و عیناً خوانم. خب سلام باهر جان، فرهاد جان، واسه خسته نباشد. برنامه زور تشکیل کردیتان، حاضر زندگی و موافقت میکند. برنامه اسکوسفینی اینتلکت این حاضر بسیار رشد یافته استاده است، لیکن همینم آدم اداره میکند که من حاضر همه کارهای وزینه به واسطه کامپیوتر اینترنت سبک کردن. مثلا بعضی چیها و اهمیتی هم از دیگر دولت استاده. خب به قول خودشون اتپلین خانه حرارتش کامری نظارتی به واسطه تلفن اداره کرده استاده است. یک نمونه دیگه ش گفتن. درست. دستشون در نکنه. مردم این همش پیشروی سالهای نزدیک به فکرم این چیزها بسیار میشود. مردم از بعض این سبکی هم حفظ میکنن. خب منظور شما فهما است؟ فهما است. سلامت باشن. یک نمونه دیگه اشاره کردن. درست است. و من میخوام یه چیز گویم که امروز بحث صحبتی ما این نیست که اسکوستونی اینتلکت یا نمیدونم ذهنی صنعی یا کامپیوتر یا رابط رشد کرد و این بد است یا خوب است. ما میخوایم گپ سر این بریم که ما خواه ناخواه پگاه با همین رو پگاه زندگی ما فرا میگیرد این. و ما پگاه ما چیکار کنیم؟ ما به چی آماده باشیم؟ یعنی این چیز میخواستیم دربارش صحبت کنیم. بله، زمانی که یک کامپیوتر شپکلیاف میکند، استایی که به این کار مشغول است چیکار باید کند؟ یا مثلا چند کسب‌هایی که از من در ذهنم مثلا شاید کارمندای بانک دیگر کار نمیکنن، آنلاین بانک ها میشن. شاید دیگر کسیر در کار نمیشد، این کار یک ربات میکند. و یک نوار دیگر هم دیدم، نمیدونم کیمچی برگر، نامش خاطرم نیست، کیمچی برگر بود و یک ربات همو خوراک‌های تیز تیار آماده میکرد و میفروخت. یعنی سه کسب دیگر خاطر آمد که از بین میره غیر از راننده و استایی که شما گفتید. یعنی همین کدام کسب‌ها از بین میرن؟ زیاد کسب‌ها البته از بین میرن، اما خطرش برای ما این است که ما که مردم ما که اساساً در ساحه خدمت رسانی و اینجاها خدمت میکنیم و مثلا امروز هیچ پوشیده نیست که ما همین کار کردیم، تمام مهاجرای ما همین کار کردیم مشغولن. و چیکار کنیم که پگاه ما چیکار کنیم وقتی که این خیلی میشه دنیا؟ و اکنون پیشی همه ما یک چیز دیگر به وجود میاد. ما باید آماده باشیم که اکنون منبع تغییرات ها تیز میشد. بله، ما خواهیم نخواهیم روبرو میشیم با این. زود تغییرات ها میشد و ما اکنون باید به هوش باشیم و برای تمام نمودی تغییرات ها آماده باشیم. مثلا ضرورت میشد که مثلا فرض کنیم اگر من امروز شپکلیافشک باشم، پگاه کاری من دیگر به هیچکی در کار نمیشد و من مجبور میشم یک کاری دیگر زود و با صفت یاد گیرم، به زودی یاد گیرم. یک عمر دیگه نمیتونم خیلی کم فرصت با فرصتی کم برای اینکه زندگیم گذرد، با فرصتی کم یک کسب دیگه یاد میگیرم. مثلا فرض کنیم تاکسی میکنم، بعد از چند سال دیگر تاکسی هم از بین میره و من در یک زندگی مجبور میشم سیوم کسب یاد گیرم. یعنی ما باید اکنون برای یاد گرفتن همیشه آماده باشیم. ما اکنون همیشه یک عمر یاد خواهیم نخواهیم یاد میگیریم. تلفن برآمد، مثلا یاد گرفتیم همین تلفن که مناسبت کردنه. این لعنتی با رشد کرد ابنولینش یک مدل دیگرش برون. اکنون وای یاد گرفتن در کار. یعنی اکنون ما دیگه آرامی نخواهیم داشت. ما همیشه باید یک چیز یاد گیریم. همین حالا خود از خود یک احساس غم پیدا کردم در دلم. چرا؟ نمیدونم، خود به خود یک جمله خاطرم، مثلا احیای هنرهای مردمی. چیکار کنیم؟ هنرهای مردمی ما از بین میرن. پس زمانی که ببینید یکی از هنرهای مردمی فرض کنیم کندکاری، فرض کنیم دوریدگری. و در گذشته یک دوریدگر که خیلی
نفوذش بود، به آبرو بود، شخصی معتبر بود و یک ستون یک خانه روزها، هفته ها، ماه ها زحمت میکشید و کندکاری کنه و همین کار امروز کامپیوتر میکنه و از اون مرد بهتر و در فرصت خیلی کوتاه. یعنی فکر نمیکنید که ما مردم دیگر هنر نمی آموزیم در آینده، برای اینکه همه کار کامپیوتر وقتی که میکند. یا مثلا یک رسام فرض کنید در گذشته رسم میکشید، مردی با هنر محسوب میافت، امروز رسم کامپیوتر میکشد و خیلی براحت میکشد و زیبا میکشد، با صفت میکشد. آیا دیگر ما به سمت رسامی نرویم؟ نه ببینید، من گفتم که ما باید به یاد گرفتن آماده باشیم. ما حالی نمیدونیم که چه کسب های پیدا میشوند که جای این کسب های میگیرن، چه کسب های پیدا میشن که ما باید یاد گیریم و همون کار کنیم. این حالی هیچ کس نمیدونه، لیکن انیخ که یک گله کسب های نو پیدا میشن. مثلا مثال عادی ببینید، 20 سال قبل، سالهای 2000 بلاگر گفتنی آدم نبود در دنیا. بله. و هیچ کی تصور نمیکرد که هر کس میتوند، مثلا ما هر کسی که مثلا در تلویزیون میدیم وای مخصوص آدمی وای بدن، ژورنالیستی که 5 سال خونده اومد، حاضر هر کس میتوند همین آدم باشه. بله. و حاضر وای مثلا میلیون ها دلار پول کار میکند. یعنی ببینید یک گله کسب های نو به وجود آمده ایستادند که ما نمیدونیم. حاضر اگر من نمیدونم به اینستاگرام شما میبرد نمیبرد، اینستاگرام من به گاه همیشه رکلام میبرد، میگه که در خانت شین، تلفنت که کار کن، 400 تومان در روزش معاش. بله. و من این به شبهه نمی کنم، این واقعیت است. بله دقیقاً. واقعا حاضر در خانه شیشته با تلفن، فقط در تلفن خانه بشته 400 تومان در روزش کار کردن ممکن، در حالی که در یگان کارخانه اینقدر معاش نمیگیرید. هر روز 400 تومان گرفتن امکان نداره. این چیز در تاجیکستان، در همین کشور خودمان واقعیت است. بله. ممکن است این کار کردن. یعنی این چیز دیروز نبود و امروز پیدا شد. اکنون باید ما چیکار کنیم؟ باید خوب همین تلفن خوب آموزیم و همه هنرها، یعنی این که نظم مناسبت کردن یاد گیریم و پگاه باور کنید بعد از چند روز این کار از بین میره. این کارم مثل دیگر کسبایی که بود، همه چیز آغاز و انجامش هست و عمرش هست، همه کسبای هم عمرش هست و این کسب هم همیشه. مثلا ببینید یک زمان ما وای داشتیم، فوتوگراف داشتیم، رسم گیرک یا وای هم دکان داشتن، در دکان زندگیشون میبردن. آدما از حساب رسمگیری زندگی میگه. از هر یک دی ما رسم گیرک چی؟ همون دستمان در رسم گیرک ما هست، فتاپرت ما هست، همون رسم میگیریم. ما دیگر نیاز نداریم به خدمت رسانی و مردک. بله. هنرهای مردمی رو چیکار کنیم؟ آموزیم یا در کار نمیشه؟ من نمیدونم. من این گپ من وظیفه من این نیست که مردم بگم این کار کنیم این کار نکنیم. وظیفه من این است که مردم گویم که دوستای عزیز باهوش باشیم، زندگی به اینجا رفته ایستاده است و ما چیکار میکنیم اینو باید هر یک خودمون خلاصه کنیم. یک پیام خیلی به مورد است میخوام خانم. باهر جان نو گفتید کو اپاراتش پکلیافکا کنک دیدم گفتید کو، بعد فراجان گفتن که این کسب را دیگر میکنیم. نیه، این اپارات رو باید خریم، کارمان رو سبک کنیم. من خودم هم استا، من هم این نوا را دیدم، بعد به کارگران نشان داده گفتم که اگر این راست باشد همین را میخریم و کارمان رو سبک میکنیم. خوب درست است. بله. میگیرید میخرید اما شما 4 تا شاگردتون جواب میدید. بله حتما. که بیان در کار دیگه. بله. نازکش هم این است. گم در سری همین است. هنرهای مردمی گفتیم. فرض کردیم یکی از فرزندهای شما میگه که من میخوام کلالگر شوم. چی جواب میدید؟ من میگم که بگذار باشد، بگذار یاد گیرد. اگر همین چیز دوست دارد، این معنی این اگر این کسب میرنده باشد معنیش این نیست که از بهره وای. اگر همین چیز دوست میداره کن، اما برای زندگی یک کار دیگر هم باید یاد گیری. و حاضر این برای آدم معاصر به قول رودکی نرمال نه. یک چند تا کار کردن. مثلا یک زمان پیش آدما یک کس داشتن و عمرشون همین که میگذراندن و دیگه یگان کار از نمیکردن و حاضر آدمی معاصر باید 3 تا 4 تا کار کند
همون مقاله های مردمی خودم هست که با یک مرد 40 هنر کم است. بله نو کار کرده است، به کار در اومده است و حاضر ببینید قریب همه ما هم خیلی است. اکثریت مردم هم خیلی 2 تا یا 3 تا جان کار میکنن و بعضا و اساسا این کارشان از این کارشان عموما 2 کیلومتر دورتر، یعنی تماما فرق میکنه. بله. یعنی منبع درآمد دیگر جا باشد و کسبی که میکنیم دیگر باشد. من اینو نگفتم، من گفتم که یعنی ما همیشه زندگی میکنیم علاقه. مثلا زندگی من خودم هم همیشه، زندگی ما بچه‌ها هم همیشه. ما تئاتر دوست می‌داریم، ما در تئاتر کار میکنیم، اما چون تنها در تئاتر کار کردن زندگی ما سطح درست نمیکنه، ما مجبوریم دیگه کار هم به انجام رسونیم. یعنی ما هم کاری دوست داشته میکنیم و هم زندگی ما هم پیش میبریم و این کار همه ما میکنیم در همین کشور و نه تنها در این کشور، در دنیا. بله. خب ما در شماره امروزه برنامه همین مفهوم هوش مصنوعی یا هوش صنعی یا ذهن صنعی برای مردم معرفی کردیم. اگر که نیاز میبینید میخوام شماره بعدی برنامه که هفته آینده تهیه میشه این موضوع باز هم دوام دهیم و راجع به فاجعه هاش هم صحبت کنیم، چون مثلا زمانی که خودی همه عباره هم ناراحت کن ذهن صنعی، یعنی از اونی من نه، از اونی یک کامپیوتر رسم من نمیکشم، کامپیوتر میکشه و زمانی که من از مغز سرم دیگه استفاده نمیکنم فاجعه نیست به نظر شما؟ میخواید این صحبت هفته آینده؟ بله. واقعا درست است که این فاجعه بزرگ است و این فاجعه بزرگ انسانیت است و من موافقم که هفته آینده هم درباره ذهن صنعی صحبت کنیم، چون این یک موضوع خیلی فراخ است و ما نمیتونیم در یک برنامه همش فرا گیریم. وقت بخیر مردم خیلی عزیز. زمانی که اخبار میرفت شما یک جمله خوب گفتید که در آینده مثلا فیک خبرهای بردروغ، خبرهای دروغ که دور از حقیقت پیدا میشن و ما باید چیکار کنیم؟ ما باید چگونه فرق کردن دروغ و حقیقت باید آموزیم. به هر حال ما هفته بعدی هم راجع به این موضوع صحبت میکنیم. اگر برای امروز فرصتی که برای این برنامه بود تمام شد، اگر پیام آخر اگر برای مردم باشد بفرمایید و ما جمع بس کنیم شماره امروزی برنامه را. خب پیام ما برای مردم چون همیشه همین است که همیشه طبعشان خوب باشد، زندگیشان آباد باشد، تنشان صحت باشد و هیچ وقت فراموش نکنن که باهوش باشن. بله. و برای این زندگی که دارن مسئولیت به گردن گیرن. بله. خب تا هفته بعدی با شما خیر خوش میکنم فراد جان و این برنامه که هر روز تهیه میشه با نفرایی که ما رو هم شنونده و هم بیننده هستن تا فردا براتون با خدا و امیدوارم که این مغز سری ما همیشه برای ما در کار است و باید استفاده کنیم، نابسته به اون که امروز اکثری کارهای کامپیوتر میکند. خدا نگهبان. بدرود.